کامبیز نه، آقا جون کجاست؟ پیداش نیست. رفته تو حیاط آفتاب بگیره خاندایی. میگه ویتامین دی واسه کرونا خوبه. خیلی خوبه. تو این وضعیت بهتر ویتامین دی رو از خورشید بگیره، چون توی مملکت دنبال دارو گشتم مثل اینه که دنبال سوزن تو انبار کاه بگردی، آخرم پیداش نمی کنی تا سوزن یه جات فرو بره. کامبیز خبرترینو بخون ببینم چی داری. الان میخورم خاندایی. کنترسوزترین دروغ هفته. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه سپاه در توییترش نوشت از 40 میلیون نفر در 2 هفته تست کرونا گرفتیم. یه کامنت زیرش میذاشتی آقا یول سپاهی، اونی که رو پیشونیت گذاشتن اسمش تبسجه، با تست کرونا فرق میکنه. اصلا اینا به چرت پرت گفتن عادت دارن. هواپیمایی مسافربری رو میزنن میگن کروزی، تبسنج میذارن میگن تست کرونا گرفتی. خاندایی خودشون گفتن روزی 6000 تا تست میتونیم بگیریم که در 2 هفته میشه 84000 تا. بعد توی 2 هفته چطور 40 میلیون تست کرونا از خودش درآورده؟ همونطوری که تو انتخابات تندر قاضرن موضوعانشون رو میگن 40% بوده، الانم 84000 تا رو میکنه 40 میلیون. کی به کیه دایی توی این مملکت؟ کلا ناو این سپاهی ها رو با دروغ بستن. خاندایی تو تلویزیون هی تبلیغات میکنن که مجتمع بیمارستانی 2000 تخت خوابی تو نمایشگاه زدن. هرچی من نگاه کردم غیر از تخت خواب و یه صندلی کنارش تجهیزات دیگه ای ندیدم. کامبیز جان، اینا باید اول برن یه تست موجودی عقل تو مخ پوکشون بدن تا بفهمن هر تختی تخت بیمارستانی ویژه، وگرنه تخت خواب من و تو رو هم الان میتونن جز آمار تختای بیمارستانیشون اضافه کنن. خاندایی چطور سران نظامی چیزا رو نمیفهمن؟ آخه نرم افزار فهمیدنشون رو نصب نکردن دایی. کلن اینا مغز رو آک میگیرن، آک تحویل میدن. کامبیز جون، این امامزاده کور میکنه که شفا نمیده. بهتر خودمون به فکر خودمون باشیم. فعلا بریم پیش آقا جون تو آفتاب یه ویتامین دی بگیریم که کرونا نگیریم. بریم خاندایی.